رسید وطن گلستان گردیده. بین دشت و دمان به مثل بوستان گردیده. هر کس که میدید شکوه و بختی وطنمه، جان مهمانی عزیز تاجیکستان گردیده. مهمانی عزیز تاجیکستان گردیده. امروز ما مردم سرفراز تاجیکستان خوشبخت و خوش اقبال از آن هستیم که در فضای آرام و آسوده میهن محبوب با سیاست خردمندانه و فرهنگ پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جشن اجدادی و جشن قدیمه نیاگان نوروز باستانی را نه تنها در سطح جمهوری بلکه در سراسر جهان با افتخار جشن میگیریم. واقعا هم جشن بین المللی نوروز این جشن اجدادی ما مردم تاجیک زبان می باشد و چون ما به عمق تاریخ و درازای دور جشن بین المللی نوروز نظر می افکنیم، با وجود آن همه تاخت و تاز، با وجود آن همه محدودیت هایی که نسبت به این جشن صرف استرونومی و صرف علمی و فرهنگی راه اندازی گردید، این جشن با فلسفه متحد کنندش، با فلسفه سازنده و بنیادکارانش از عمق تاریخ به دوره ما آمده رسید و آن همه سنت و عنعنه‌های جشن باستانی نوروز که از قدیم تا به امروز در دل خلق، در دل وارثانش زنده نگاه داشته شده است، بازگوی آرزو و آمال کل مردمان صلح پرور و وحدت‌خواه جامعه بشری می باشد. همین جهت فلسفه نوروز بود که جامعه جهانی این را به خوبی قبول کرد و ما امروز با شادمانی و با افتخار تام این جشن را در عرصه بین المللی جشن میگیریم و شادی ما مردم تاجیک از این است که این جشن مال اجدادان ما است. این جشن آفریده تفکر پیشینیان ما است که با گذشت بیش از 6000 سال
نه اینکه قدر و منزلتش را از دست نداده است، بلکه شهرت و نفوذ آن بیشتر و بیشتر می‌گردد.